و خواستم اینجا به ترانه بگم زیاد راجع به من گوخوری نکن. میرینم بهت برف سال دیگه هم نتونه تمیزت کنه. رک خیلی رک دارم حرف میزنم. خب تو لبت مثل لب جوب میمونه، مثل لب دریا میمونه، با همه خاطره داره. بعد من حسودی میکنم به رابطه. آخه تو کی؟ تو کی شلیک شدی؟ تو هنوز اقامت تو نتونستی بگیری، دارن دیپورتت میکنن ایران، از دو طرف رونده شدی، نمیدونی بعد چیکار کنی. زنگ میزنی ازمون کمک میخوای از یه طرف، بعد میای میری اونجا اسم ما رو خراب میکنی. چون چند روز پیش من نمیخواستی به خونه من ویدیو بزنی، من قبول نکردم. میخوای همه اینا رو استوریاشونو بذارم؟ مگه به پسر بیچاره رو انگشتر طلا ازش نخریدی که؟ چرا میگی دروغه؟ تو رابطه بودی اومدی تو اون برنامه، میخوای افشا کنم همه چیو؟ مثلا چند نفر از بچهای عشق ابدی شکایت شده. اومدید حرف زدید، اومدید دارید کارگردان رو بی احترام میگید بهش. اون یکی اومده میگه به زور دارن ترانه میگه شورتامونو میگشن. مگه فیلم هندیه که بیان شورتتو بگردن؟ اینا همش دروغه. ترانه یه آدم خیلی دروغگویه بچا، یه آدمیه که ببین دوست پسرشو اونجا ول کرد توی استانبول. بذار یه چیزایی رو بگم حالا که بعد بگم. آره دیگه ویدیوهاش هم پخش شده دیگه، بذارید بگم. بگم ترانه چیکار کردی با پسر مردم انگشتر طلا ازش گرفتی، بلیط استانبول اومدنت هم اون خرید، پسر رو دکش کردی اومدی تو برنامه. میخوای یه سری چیزا پیامای پسر رو نشون بدم؟ 3 روز پیش همین خانم به من پیام داد بیا مانتالیا با هم حاشیه درست کنیم و بعدش میخوام بچسبم به محمود حاشیه درست کنم. مسیجاشم میذارم ببینید اینا رو. الان رفتی چسبیدی به محمود بعد و تو برنامه که این بچه رو این کار کرد اذیتش کردی. حالا تو قسمت آینده او میبینید چه اتفاقایی میفته. اینه که پدرشو در آوردی بیرون برنامه‌مو به زور چسبیدی بهش. معلومه دیگه، ما داریم میبینیم به زور چسبیدی بهش، همه دارن میبینن به زور چسبیدی به یارو. رفتی خونه‌اش داری استوری میذاری، فیلم میذاری. بابا به خودت بیا، برو دنبال اقامتت. به نظرم الان تو خیابون هر جا بگیرن دیپورتت میکنن. معروفیت به چه قیمتی؟ بابا یه خورده به خودتون بیاد بفهمید چه خبره. دندونم درد میکنه، گوشیم خرابه، هزار تا داستان، ولی بازم اومدم تو تریبون که بگم به خدا من دست بذارم روی کسی که بخوام خرابش کنم، بعد خرابش میکنم. خیلی بد و این چیز بدیه، چیز خوبی هم نیست. پس مراقب حرفامون باشیم.